جا برادر عزیز سوال داده است که السلام علیکم داملای محترم، آدمی نمازخوان میداند زنا گناهی وزوین است، خب دیده و دانسته زنا کند، خداوند گناهش را میبخشد؟ انسانی که میداند که زنا گناهی بزرگ است، گناهی وزوین است و با زنا میکند، البته خداوند گناهش را میبخشد به شرطی که این شخصیت توبه نصوح کند، به شرطی که توبه یک باره کند. هر نوع توبه را خدا قبول نمیکنه برادر عزیز. توبه در درگاه خداوند قبول میشود که او انسان بعد از توبه کردنش دیگه در فکر اون گناه نباشه، در فکر تکرار کردن اون گناه نباشه. این گناهی که انسان یعنی میگه توبه کردم و دوباره یعنی چیکار میکنه، دوباره با در فکرش هست که با یعنی میکنه، این نوع گناه خداوند نمیبخشه. گناهی در درگاه خداوند بخشیده میشود که او انسان یعنی که از تحت دل توبه کنه و بعد از توبه کردنش دیگر در فکر گناه، در فکر تکرار کردن گناه نباشه. البته از تحت خداوند در قرآن میفرماید که استعیذ بالله لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نشوید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله جمع گناه های شما را میبخشه اگر شما از تحت دل توبه کنید، از تحت دل توبه داشته باشه، ان شاء الله الله رب العالمین گناه های شما را میبخشه به شرطی که دیگر اون گناه در شما تکرار نشود.